مراسم تدفین پیکر بختالتپیده‌ای رو اشتراک کردم و با عنوان همسرانش تعهد سپردم که هیچ کس را در این غم عظیم به گریه و صبر دعوت نمی‌کنم. ما زیاد اشک ریخته‌ایم، ما زیاد صبر کرده‌ایم، هر تلسع و شکیبایی از خودشان دادیم. به همان اندازه معامله‌گران با آدم‌هایی که تصادفی امروز به علیقه قدرت رسیدند از ریختن خون ما به افتخار یاد می‌کنند و به ما تمسخر کردند، توهین کردند و این توان ادامه دارد. این توهین تا آن حد است که حتی به خاطر هویت تراشی و طالبان اظهار شک می‌کنند که آیا واقعاً طالبان این کار را کردند یا خیر. اگر کسی دیگر در این جنایت دخیل است، دستان ناپاک و مخرس دسیسه‌گر که در همین حاکمیت نقش دارند میباشند. پیام من این است که ما نباید اشک بریزیم، نباید صبر کنیم. بیایید حس انتقام را در وجود خود و در صف خود پرورش دهیم تا این حس پرورش نیابد و خون ما ارزش نداشته باشد. اینها ادامه خواهند داد. انتقام از کی و چگونه؟ اولین گام انتقامگیری این است که صف خود را از این کتله کوچک بی‌ریشه و غلیظ که مانع انتقامگیری از دشمن اصلی باشده است جدا سازیم. مجاهد، فرهنگی، وکیل شورا، وکیل ولایت، تاجر، محسن، متعلم، اهل کسبه و بالاخره هر کسی که خود را مربوط به حوزه مقاومت ملی مردم افغانستان می‌دانند باید صف ما را جدا سازیم. من با وعده خود ایستاده‌ام. اگر به صدای ما گوش ندهید، صدای بعدی ما از این خیمه را سقف نخواهد بود. اگر تحقیقات درست انجام شود، من به عنوان کسی که سالها در این راستا تجربه دارم یقین دارم که سر نخ دسیسه داخلی نیز ویدا خواهد شد. به هر حال نباید از اینها گله کرد. اینها دیگر با تسلط و دشمن مایه اصلی خود را بیان داشتند. پروردگارا، صدای ما را از زبان داوود با مصر شهید احمدشاه مسعود بزرگ برسان که هزاران سرباز تو هنوز در خط ارمان تو حاضر مبارزه اند. صدای عدالت را بلند ساخته بودیم. اگر در کابل خفه شده، در هندوکش هنوز در این انداز است. پیام بود از محترم امرالله صالحی. تشکر از با سپاس و تشکر بسیار فراوان از حوصله و استقامت شما بزرگواران. در اینجا صحبت زیادی دیگر وجود ندارد. تنها الفاظ زیاد سریع که از صحبت‌ها و همنشین‌های شهید داوود وجود دارند که چیزی رو گفتن دارند و می‌خواهم که قبل از همه تقاضا بکنم که بسیار دور فشرده آنچه که گفتن دارند شما شاید یک سلوده از شاید شما حرف کنند و بعد یک پیامی داریم انشاءالله که شما رو با حاضرمندی و با نفرات تقدیم کنیم فاضل هستید. بسم الله الرحمن الرحیم. یاد این سروی وقت گفته ما با بخیر، یاد آن یاد صدقه کرده ما با بخیر، یاد آن سرور سردستی ما با بخیر، یاد آن تابعین برجسته ما با بخیر، یاد وی نقش و دیباچه انتها باشد تا وطن باشد و دل باشد و دنیا باشد. همراهان عزیز، شما متفق هستید که افغانستان بیشتر از 3 اصلی در ناسامانی‌ها و بیچارگی‌ها به سر می‌برد.
گه آماج تاجوی شایان قرار داشتیم و گه هم مصروف ناهماهنگی‌های داخلی و سر حکومت و حاکمیت. با گذشت این همه ملایمات تاریخی به ماجرای کشورمان، اخیراً در سالها جنگ و کشمکش و آوارگی میلیون‌ها زن و مرد و پیر و جوان بعد از حادثه 11 سپتامبر جهان کاملا در معرض همدم قرار گرفت و واقعیت‌های جدای مظلومانه مردم افغانستان پی بردند و تصمیم گرفتند تا در کنار مقاومتگران افغانستان برای سرکوبی و سقوط نظام افراطی طالبان وارد عمل شد. آمریکا و اروپا در منطقه هرگاه و حیات رژیم که مشتاقانه از اسامه و شبکه القاعده حمایت می‌کنند و به خوبی مهمانداری می‌نمایند نقطه پایان گذاشته شد و یقین که دیگر شهروندانشان خواب راحت نداشتند و زندگی نرمال اجتماعیشان را به یغما خواهند برد. در آن آن علیرغم هماهنگی بین‌المللی با وجود آنکه مقاومت در شمالی و برخی نقاط دیگر کشور ادامه داشت، ولی به صورت کل ضربات حکومتی طالبان بیشتر از هر جای دیگر بالای جبهات مقاومت در تخار متمرکز بود، چون در آن وقت با به شهادت رساندن احمدشاه مسعود فرماندهی عمومی مقاومت می‌خواستند که کار مقاومت را در این ساحات اختتام باشد. اما باید یادآور گردید که دیگر جنرال محمد داوود به صفت برجسته‌ترین شورای مبارز و مقاومتگر در تخار به استحکام صفوف مقاومت پرداخت و در همکاری با قوت‌های بین‌المللی شدیدترین حملات بالای صفوف طالبان به وجود آورد. شهید دیگر جنرال محمد داوود بدون شک شاخص‌ترین شورایی بود که در امر آزادی میهن و سربلندی مردمش در سنگرهای جبال مقاومت افغانستان مجاهدت کرد و از مرگ نمی‌گریخت. وی همیشه می‌گفت مرگ حق است، اما چه بسا تعداد مردان بردن. و راستی مسیر وقتی را انتخاب کرده بود که در این مسیر غیرانه رزمی و با افتخار جانشینی خویش را به جان آفرین تسلیم نمود. موصوف در کنار شجاعت و محمدی‌اش از اخلاق و سجایای عالی برخوردار بود. در برابر بزرگان و کهنسالان نهایت بااحترام بود و به خردسالان شفقت داشت و دانشجویان و دانشگاهیان بهترین دوست، رفیق و همکار بود. هر کسی که به مشکلی برمیخورد و به وی مراجعه می‌کرد بلا استثنا و بدون اینکه از کجاست کیست وارد عمل میشد تا پاسخ مقتضی از زمینه دریافت کرد. در مسائل حقوق اجتماعی مردم همیشه به همه سر و کار داشت و در قسمت رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم سخاوتمندانه مساعدت می‌کرد. در ولایات شمالی کشور کمتر مناطقی است که از مساعدت‌های شخصی و رسمی ایشان در امور اجتماعی و مذهبی و حتی اعمار و بازسازی بی‌بهره باشد. در راستای اعمار و بازسازی مساجد، مکاتب، کلها و جاده‌ها همیشه صف فعال و زنده داشت. در جبهات تحت چی در دوران جهاد و مقاومت و چی در آوان مأموریتش در کنار دولت‌های انتقالی و انتخابی و تحرک عدالت می‌کوشید و به شدت از تسلط و زورگویی نفرت داشت. به همین عنوان جنرال شاهجهان نوری یکی دیگری از شخصیت‌های باعزت و باشرفی بود که در آوان جهانی و صفوف جهاد علیه ارتش روسی پیوست. عاشقانه در راه آزادی و ظرفاتی کشور کار کرد. وی که به صفت قماندان عملی ولایات بدخشان بود و تخار خدمات شایان انجام داده بود، اخیراً در حادثه امنان ولایت تخار همراه با فرزند فرزانه کشور دیگر جنرال محمد داوود جام شهادت